سلام، آرتان هستم. به کانال یونیورسال تریدر پرو خوش اومدید. دیروز تقریبا ساعت 12 ظهر بود که یه تحلیل و سیگنالی داخل کانال تلگرام بارگذاری کردم. 4 تا درابزون ترسیم شده. خب به این معنی است که قیمت به اینا برخورد بکنه، ریزش بکنه به سمت پایین. تو تایم 4 ساعته تصویر بارگذاری شد، تحلیل بارگذاری شد داخل کانال. میبینیم که خیلی قشنگ واکنش نشون داد. من یه تایم میام پایینتر، 1 ساعته. از همونجا تقریبا اینو به سمت بالا بیارم تایم بهتر معلوم شه. تقریبا دورور ساعت 12 و نیم بود. یعنی از همینجا به سمت پایین نزدیک به 4% و از کف تا این سقفی که گفته بودم، از همینجا اصلا اگه گرفته میشد تا این ناحیه‌ای که من گفته بودم، اصلا تا کفش نزدیک به 4.7% سود میداد. خب این ناحیه فضای کمرنگتر، یعنی از این خط تا خط قرمز پررنگ ناحیه حساس ما میشه. همینطور نواحی بالاتر یا این ناحیه یا این ناحیه. خب قیمت دقیقاً به اون ناحیه حساسی که من پیش بینی کرده بودم برخورد کرد و باز به سمت پایین حرکت کرد. یعنی از همینجا ساعت 12:30 تقریبا نزدیک به 4%، نزدیک به حالا 4-5% و از پایین تر تا این ناحیه نزدیک به 2.4%. من کفم پیش بینی کرده بودم چون ترند لاین ترسیم شده بود تو اون پیش بینی که انجام داده بودیم. فقط یه موضوع میمونه، میشه گفت احتمالاً میتونیم بدیم. من یه بار بیام تو تایم 4 ساعته کلی تر بتونیم ببینیم. میشه این احتمال رو هم داد که قیمت، بیارم اینا رو پایین تر، نتونه بالاتر بره. البته میگم یه احتمالی فعلا دارم میدم، اونقدر 100% در نظر نگرفتم که بخوام ورود کنم به معامله نزولی. حدس میزنم ممکنه بالاتر نره، البته تا موقعی که تاییدیه رو بهم نده. یه حدس که حالا احتمال خیلی بالایی نداره. این سطح رو نگاه کنید. اگه من این شادو رو بیام تا کندل بگیرم، بالاترین قله منه دیگه، توی این محدوده که اینجا الان میبینید بالاترین قله من این ناحیه است. خب پس من میام از شادو تا کلوز اوپن کندل ها را در نظر میگیرم. چند بار برخورد داشتیم؟ یه برخورد خودش که یکی، 2 برخورد. اینجا داستان داره که توضیح میدم. اینجا که در تقریبا دیشب ساعت 11:30 تا از دیشب دیگه بگیم تا نصف شب برخوردش رو به این قشنگ خوب نشون داد. پس تعداد برخوردهای اصلی ما 4 تا. اینجا هم یه برخورد بوده، ولی خب داستانه این فرق میکنه. اگه دقت کنیم اینجا یه اوردر بلاک بوده. من کندل رو میگیرم، میبینیم که اینجا قشنگ دقیق برخورد کرد به این زونی که ترسیم شد به سمت پایین من. خب قبول دارم شادوش اومد بالاتر. من حدسم اینه که به واسطه قدرت این ناحیه مقاومت قیمت نتونست به سمت بالاتر بیاد. پس ناحیه قویه، قیمت چندین بار تاچ کرده این ناحیه رو ولی نتونسته بالاتر بره. در کنار این ترند لاینی که من اینجا دارم، چند بار قیمت به این باز برخورد کرده به سمت بالاتر رفته. طبق تجربه میشه یه حدسی زد. البته میگم خیلی معتبر نیست تا تاییدیه بهمون نداده. قیمت میتونه این سطح هم به سمت بالا نشکنه، به سمت پایین تر حرکت کنه بیاد. یعنی به خاطر قدرت این ناحیه این ترند لاین ما شکستش به سمت پایین تر بیاد. این صرفا یه حدسیه که حالا خیلی اعتبار فعلا نداره تا تاییدیه به ما بده. گفتم اینو باهاتون در اشتراک بذارم. فعلا خدا نگهدار.